سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم راجع به توابع لامدا با هم صحبت کنیم و یه سری تمرین راجع به این تابع بدیم. اول از همه بریم بگیم که لامدا چیه. بخوایم راجع به تعریف فانکشن لامدا با هم صحبت کنیم، میشه گفت که لامدا در واقع یه تابع بدون شناسه است که توی یه خط نوشته میشه. یعنی چه جوری؟ یعنی اینجوری. الان این یه لامدا حساب میشه. یعنی ببندم این یه لامدا حساب میشه. ما نه چیزی نوشتیم، نه اسمی براش مشخص کردیم و نه گفتیم کجای کد تعریف میشه. اینجا من یه تابع لامدا نوشتم که دو تا عدد با هم جمع میکنه بدون اینکه نیاز داشته باشه ریترن یا آکولات بده. خیلی ساده و جمع و جور. حالا بریم راجع به کاربردش توی کالکشن ها حرف بزنیم. لامدا وقتی میاد وسط که بخوایم که یه لیست کالکشن رو با هم کار کنیم، مثلا چجوری؟ مثلا اینجوری و نامبر. خب همینجوری یه لیستی من اضافه میکنم از نامبرها، مثلا 1 2 3 و 4 و اینو میبندمش. حالا چیکار میکنم؟ میگم که number dot for each n پرینتش کن چیو n ضرب در 2 رو و اینو اینجا باید میبست که اشتباه بس. حالا درست، الان درست شد. اینجا من تک تک عناصر لیست رو 2 برابر میکنم و چاپ میکنم. فکر کنم بخوایم همینو با تابع معمولی بنویسیم حداقل 3-4 خط کد اضافه تر باید بنویسیم. حالا مقایسه با یه تابع معمولیش کنیم. اینو چجوری؟ یه نگاه بندازید. من این کد براتون می‌نویسم. number dot for each n باز میکنم اینو و میگم پرینتش کن که دوباره چی و دوباره n رو ضرب در 2 کن. خب بعد اینجا میبندمش و تمام. خب این همون کاره، ولی به جای یه خط خطوط بیشتری گرفته. یعنی اگه منطقتون کوتاهه لامدا همیشه انتخاب بهتریه براتون، ولی اگه قراره کد طولانی تر بنویسید بهتره تابع کامل بنویسید. در واقع لامدا کاربردش توی قطعه کدایی که ما کوتاه میخوایم بنویسیم و قراره که یکم از سورس کدمون بزنیم، یعنی نمیخوایم که خطوط زیادی بنویسیم. توی خطوط کم قطعا لامدا گزینه مناسب تریه. حالا فرض کن یه لیست از اس ها داری و میخوای همشون رو حروف بزرگ کنی. این چی؟ یعنی این نگاه کنید، من names ببخشید و name مساویه، حالا یه سری اسمین تو این لیست میذارم. مثلا چی؟ مثلا علی یا مثلا رضا یا چی، یا مثلا مهدی. خب حالا میخوایم یه کدی بنویسیم که اینا رو همه رو حروف بزرگ کنیم. چجوری؟ میگیم یه وقت بزرگ کردن میشه آپر و آپر مساویه names dot map. داخل اینو n میذارم، همون چیزی که درست کرده بودیم قبل، و n dot n dot to
تو آپر کیس و اینو اینجا میبندم. تمام. خب و الان تنها کاری که باید بکنم اینه که پرینت بزنم چیو؟ آپر رو. درست نمیشه آپر رو؟ نه 2 تا پی دارم. خب و تمام. کد به همین سادگی شد. این دقیقا جایی که لامدا میاد و کارتو راه میندازه. این تو نیاز نیست که بیای یه کار خیلی بزرگ انجام بدی و تعداد خطاتو طولانی کنی. با 2 الی 3 خط میتونی همه حروفتو بزرگتر کنی. پس چیزی که تو این آموزش یاد گرفتیم اینه که توابع لامدا بدون شناسن و توی 1 خط الی 2 خط تمام کاری که ما با توابع اسپار رو با شناسه انجام میدیم و انجام میدن. خب پس نتیجه میگیریم که چی؟ ما اگه بخوایم کدامون رو کوتاه‌تر بنویسیم لامدا گزینه بهتریه برای ما و اگه بخوایم کد بلندتر رو بنویسیم خب برمیگردیم به همون منطقی که داشتیم و کدای بلند مرتبه مینویسیم. و ببینید بچه‌ها اگه شما تازه می‌خواید برنامه‌نویسی شروع کنید من درک می‌کنم که این آموزش براتون کم گیج شده باشه. آپر چیه؟ وریبل چیه؟ این کدایی که ما می‌نویسیم چیه؟ چیا رو می‌بندیم؟ چیا رو باز می‌کنیم؟ کانال رو سابسکرایب داشته باشید. به زودی یه سری آموزش جامع، یه سری پلیلیست کلی براتون ضبط می‌کنیم و داخل کانال آپلود می‌کنیم. فعلا بدرود.